همین یک سوال دارید. همین نماز جمعه میریم، نماز جمعه همین یک مسجد میریم، همون مسجد بده امام همون نماز فرض دورنده راز میخونه ولی بعد باران می فرقش نیست و امام همین سوره های دراز دراز میخونه. همین مسئله درباره علم براتوس همین امام به زمینشان دولت ممکن یا نمیشه یا با فرمان افتاد. بعضی تورات میشکنند دیگه. در راستش تورات میشکنند و آدم بیشش در راز همیشه میگه یه خدا اجرش میده. من دو یک بچه بایتر زمینت دو سیرانو با هم گفتگی چه میکنند. خب برادر عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم به امام ها سپارش دادند که اذا اما احدکم للناس فلیخفف، اگر یکی شما به مردم امام شود نماز را سبک خواند. فان من ورائهم الکبیر والصغیر و ذا الحاجه، چون در قفاش آدم پیران سال است، خرد سال است، آدم حاجت دار است. و گاه پیامبر صلی الله علیه و سلم در ابتدای نماز نیت میکردند که سوره طولانی خوانند. آواز گریه کودکی را در صفای پایانی میشنیدند و سوره انا اعطیناک الکوثر را میخواندند تا اینکه همچون شفقت به مادرش، چون که نماز مادرش هم الکی به فکری فرزندش میشه، فرزندش که گریه دارد در مسجد، مادرش هم فکری همون فرزندش میکنه، بنابراین نماز را کوتاه میخواند و به امام ها سپارش دادند که فلیخفف، نماز را سبک خواند، چون در قفاش پیرانسال، خردسال، زنها، آدمهای حاجتدار و بیمار، در بعضی روایات بیمار سقیم، بیمار هست، یعنی حالتی آنها را رعایت کنند. بعد از آن گفتند که و اذا صلى لنفسه فلیطول من شاء، اگر برای خودش نماز خواند چقدر خواهد دراز خواند، یعنی نماز نافله خواند، تنها گذار باشد خواند، نماز مردم طولانی نخواند، الا مثلا نماز تراویح، نماز تهجد، اون نمازهای اختیاری هست، کسی آمده است با اختیار خودش آمده است و حق هم دارد که تمام کرده را، لیکن این جمعه فرض است و به خاطر امام مردم نآمده است، مردم رو نزدیک به خاطر همین امام گوش کردن و قرائتش گوش کردن نآمده است، مردم برای ادای فرض آمدگی است. بنابراین مردم حقوق مردم رو رعایت کرده نماز کوتاه خوانند. حتی پیامبر صلی الله علیه و آله معاذ، صحابه‌ای که عالم ترین امت به حلال و حرام بود، چنان سرزنش کرده از سبب اون که سوره بقره میخواد در نماز خفتن، گفتن که افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، تو فتنه‌گر هستی مگر ای معاذ، تو فتنه‌گر هستی مگر ای معاذ، هل قرأت بسبح اسم ربک الاعلی، و سوره سبح اسم ربک الاعلی خوانی نمیشد، واللیلی خوانی نمیشد، گفته ملامت کردن. بنابراین امام ها باید سوره های کوتاه خوانند، خاصتا در ایام تابستان و زمستان که مردم در کوچه ها نماز میخوانند، خاصتا در شهرهای کلان مثلا مسکو، در نماز عید مردم در بالای برف نماز میخوانند، باید عید جمعه این نماز کوتاه خوانده شود. درست است که مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله میگه کوتاهی خطبه و درازی نماز دلالت به فقه امام میکند، لیکن امام با همون وضعیت نگاه کنند. مثلا یک مسجدی خوشرو، مسجدی کلان، همه در داخل مسجد، هیچ کس در کوچه نه، مسجد در زمستان گرم، در تابستان خنک باشد، میلی سوره سبح اسم ربک الاعلی خواند در رکعت اول، در رکعت دوم سوره غاشیه خواند، هل اتاک حدیث الغاشیه، پیامبر صلی الله علیه و آله در نماز جمعه بیشتر میخواند، یا در رکعت یکم سوره منافقون خواند، سوره جمعه در رکعت دوم سوره منافقون خواند، سنت است، خوب است. یعنی این سوره های هم یک دقیقه یا یک و نیم دقیقه، دو دقیقه خوانده میشه. این خیلی طولانیه که به مردم تاراتاشان میشکست از به درجه، این جایز نیست برادر عزیز.